37 زیرا با خدا هیچی غیر ممکن نیست. آمین. لوقا 1:37 زیرا با خدا هیچ چیز غیر ممکن نیست. آمین. لوقا 1:37 هیچی با خدا غیر ممکن نیست. آمین. For nothing is impossible with God. Luke 1:37. لوقا 1:37 زیرا با خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. آمین. لوقا 1:37 زیرا با خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. به نام عیسی مسیح. آمین. For nothing is impossible with God. Luke 1:37. لوقا 1:37 زیرا با خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. آمین. For nothing is impossible with God. لوقا 1:37 زیرا با خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. آمین. زیرا با خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست. لوقا 1:37 زیرا با خداوند هیچ چیزی غیر ممکن نیست. آمین. خداوندم شکرت که هیچ چیزی غیر ممکن برای تو نیست. خداوندم شکرت که تو راه ما رو باز میکنی، آزاد میکنی، راه ما رو آسون میکنی. خداوندم شکرت که تو خدای آسمانی ما هستی. خداوندم شکرت پدر که تو میتونی همه مشکل های ما رو حل کنی. شکرت که ما زیر سقف تو هستیم، زیر چادری که تو بر ما زدی رو هستیم. خداوندم شکرت که تو خدای قادر ما هستی. خداوندم تو خدایی که ما میخواستیم و به ما شدی. خداوندم آمین. سلام بچه ها، خوبین؟ بچه ها من یه پازل شروع کردم ولی خیلی سخته. یه موقع‌های دلم میخواد دیگه بذارمش کنار. شما هم با پازل بازی میکنید؟ یاد داستان یوشع افتادم بچه ها. میدونین داستانشو؟ فکر میکنم زریبری این داستانو خیلی خوب بلده. زریبری، خاله مسا، سلام. خاله مجا، خاله بگا یه دونه پازل به من داده ولی خیلی سخته. فکر کنم سر کارم گذاشته. فکر میکنم واسه بزرگتراشی. زریبری تو میتونی انجامش بدی، باید ادامه بدی. داستان امروزم راجع به ادامه دادن و به حرف خدا گوش کردنه. آره امروز میخوایم بچه ها داستان یوشع رو ببینیم. من عاشق این داستانم. انقدر یوشع دور شهر علیه شیطون میزنه. زریبری نگو داستانو، بذار بچه ها میخوان خودشون ببینن. راست میگی بچه ها، پس حتما ببینید. بریم داستانو ببینیم. یوشع آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم دست هم رو بگیریم. 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست، دوستم میداره، کلام او زنده است، به من راه و یاد میده. بیا بریم سفر، آیات یاد بگیریم، دعا کنیم نزد خدا، دست هم رو بگیریم، دست هم رو بگیریم. 1 2 3. یکی بود ولی تنها نبود. کلام خدا بیکار نبود.
موسی 12 نفر رو انتخاب کرد تا یواشکی به شهری که خدا قولشو داده بود برن. وقتی که برگشتن 10 نفر از اونا گفتن ما هیچ وقت نمیتونیم آدمای این شهر رو شکست بدیم. اما یوشع و کالیب گفتن با کمک خدا میتونیم اونا رو شکست بدیم. قوم اسرائیل در حالی که ترسیده بودن حرف 10 تا مأمور رو باور کردن. خدا گفت تنها بچه‌های شما همراه یوشع و کالیب میتونن وارد شهر انتخاب شده من بشن. بالاخره بعد از 40 سال منتظر موندن وقتش رسید. یوشع 2 تا مأمور رو به اریحا فرستاد. اونا خانومی به اسم راهاب رو دیدن که به اونا کمک کرد تا قایم بشن و از دیوار پایین برن. اونا هم قول دادن که راهاب و خانواده‌اش در امان بمونن. قوم اسرائیل از رود اردن رد شدن. اول آدمای مهمی که صندوقچه‌ای که 10 فرمان توش بود رو حمل می‌کردن رد شدن. وقتی که پای اونا به رودخونه رسید، جریان آب رودخونه قطع شد و همه از اون رد شدن. جای بعدی که رسیدن اریحا بود. خدا به یوشع گفت 6 روز هر روز 1 بار به دور شهر اریحا بچرخید و تو روز 7 7 بار دور شهر بچرخید. شیپور بزنید، داد بزنید و اون دیوارا پایین میریزن. بچه‌ها 7 بار. یوشع به خدا اعتماد کرد. اون هر چی که خدا گفته بود انجام داد و بچه‌ها دیوارا خراب شدن و پایین ریختن. اونا شهر رو گرفتن و راهاب و خانواده‌اش در امان بودن. قوم خدا در حال گرفتن سرزمینی بودن که خدا قولش رو داده بود. خبر داریم دیوارا همه ریختن پایین. خبر دیوارا همه ریختن پایین. بله زریوری. یوشع به هر چیزی که خدا گفت گوش کرد و اطاعت کرد و موفق شد. وقتی ما هم اولین بار موفق نمیشیم باید به خدا بسپاریم و با قوت اون جلو بریم. آفرین خاله بچه‌ها، این پازل من یه بازیه ولی یوشع یه تصمیم سختی گرفت و خدا همیشه باهاش بود. دقیقاً زریبری. مشکلات ما هرچی کوچیک یا بزرگ باشن خدا کمکمون میکنه که تصمیمات درستی بگیریم. خاله بچه‌ها میتونیم اون سرود خدای عظیم رو بخونیم؟ میتونیم؟ بله پاشید بچه‌ها شما هم با ما این سرود رو بخونید. خبر داریم دیوار همه ریختن پایین. خبر داریم. خدایم عظیم و عجیب و قادر است، نیست کسی مانند او. خدایم عظیم و عجیب و قادر است، نیست کسی مانند او. خدایم عظیم و عجیب و قادر است، نیست کسی مانند او. خدایم عظیم و عجیب و قادر است، نیست کسی مانند او. او گفت و شد دریاها باز شدن، او گفت
کسی مانند او خدایم عظیم و عجیب و قادر است نیست کسی مانند او آمین آمین آمین. خدای ما اونقدر عظیم و عجیب و قادره و هیچ کس مثل او نیست. بچه ها پاشین آیه این هفته رو با هم بگیم. پاشین. مزامیر 46:1 خدا ملجا و قوت ماست. Psalm 46:1 God is our refuge and strength. کیمیا جان سلام. میشه این آیه رو بر ما بگی؟ بله خاله، سلام بچه ها. مزامیر 46:1 خدا ملجا و قوت ماست. بچه ها بیاین با هم دعا کنیم. خدای بزرگ، مرسی که تو همیشه با ما هستی و ما رو ترک نمی کنی. تو قوت ما هستی. لطفاً به ما کمک کن که برای زندگی هامون تصمیم های درستی بگیریم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. آمین آمین آمین. بچه ها یادتون نره اگر برای انجام کارهاتون به خدا اعتماد کنید هیچ موقعی پشیمون نمیشید. تا دفعه بعد خداحافظ بچه ها.